می‌گذاریم با موضوع دیگر. تا حال مشاهده می‌شود که هنگام گذراندن جشن و مراسم از جانب بعضی ساکنان مملکت مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان رعایت نمی‌شود که باعث نگرانی اهل جامعه می‌گردد. در این خصوص گزارش همکاران ما. موافق طلبات ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان جشن زادروز به طور اختیاری تنها در دایره عائله به اشتراک صنعتکاران و به ذبح چاروا باید گذرانده شود. معین کرده شد که ساکنین ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حفیظ و فیروزه موسویونا طلبات این ماده قانون را دغلانه ویران نموده است. طور از نوارها برمی‌آید سرآینده فیروزه حفیظ و در یک جایی با یکچند همکسب خود زادروزش را قید نموده است. پروکراتورای ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده حقوق ویرانکنی مأموری را نسبت به رعایت و اجرا نگردیدن مقررات ماده 8 قانون مذکور آغاز نموده مورد سنجش قرار داد. همین طریق شهروند حفیظ و فیروزه با این کردارهای خود حقوق ویرانکنی مأموری در قسم 1 ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده که جوابگری مأمور را برای رعایت نکردن ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم معین میکند صادر نموده است. حالت مذکور در اساس طلبات ماده 93 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به سود ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برای بررسی ارسال کرده شد. قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در شرایط جهانی شوی و بحران‌های عمیق اقتصادی و مالیوی که کشورهای منطقه و عالم را فرا گرفته است نقش خود را در عملیات ثابت کرده برای نیکو احوالی مردم کشور سبکروحی زیاد آورد. رسم و آیین‌های نالازم تدریجاً از بین رفته مردم امکان پیدا کرد که بیشتر به مسائل عائلوی شخصی توجه ظاهر نماید. نابسته به دوره عمل قانون و گذراندن کارهای تبلیغاتی در میان اهالی کم نیستند شهروندانی که هنگام گذراندن معرکه ها طلبات قانون را ویران میکنند و با اسراف و خرجات بیهوده راه میدهند. موافق ماده 481 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با قرار سودیه سودی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نسبت به حفیظ و فیروزه جزای جریمه مأموری به اندازه 100 نشان دهنده برای حسابها برابر به 5000 سامانی تعیین کرده شد. باید گفت که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با تقاضای رشد جامعه عنعنه و جشن و مراسم را تنظیم نموده به حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی و احترام به سنت‌های مردمی برای بلند برداشتن وضع اجتماعی و اقتصادی شهروندان جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است. رحمت الله پیرزاده بهادر قربان برای برنامه اخبار.